خب سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اول ویدیوی چنل یوتیوبم هست. امیدوارم لذت ببرید. اومدیم اسکوید گیم توی روبلاکس بازی کنیم و آره دیگه حمایت کنید دوستان. اولین ویدیومه و آره دیگه همین. بریم داخل بازی. و آره دیگه همین. وقتی وارد بازی میشیم بعد وایسه تا لود شه. خودتونم وضعیت نت ایران رو میدید دیگه. و آره همین. من دابال بازی خیلی بازی کردم و بالا هم زده 137 تا بینه و اگه حالا لود شه ایشالله بهتون نشون میدم که وضعیت چه قراره. دوستان من استاپ میکنم ویدیو رو. اگه لود شد براتون میارم نشونتون. خب اوکی دوستان، یه چند دقیقه گذشت، 1 دقیقه 2 دقیقه گذشت تا ما لود شدیم درست حسابی بالاخره. و آره دیگه الان وارد بازی میشیم. اگه میشد میتونستم که فرانتمن بشم، چیزشم دارم، توکن فرانتمن هم دارم، ولی یکی زودترم ما شد دیگه به خاطر نت خوب ایران. و آره دیگه دوستان حمایت کنید لطفا. دوستانم در این مسیر موفق بشه. مرسی. اولین بازی گرین لایت هانی دینگل. اوکی مربوس گلاس و اسکوید گیم. اوکی ما 124 شدیم. عکس هم گرفتیم و برو. راستی یه عرض دیگه هم داشتم دوستان. من یه دستگاه PS4 دارم. اگه حمایت کنید، اگه چیز بشه میتونم با اونم براتون ویدیو بذارم. ای دهنت. دنس بودم. سریم مرد. اوکی فقط داد 25 تا کوین. بچه یه چیزی میخواستم نشون بدم که الان نمیشه، فقط تو منو اصلی بازی میشه. آره برادرم مرده ولی میاد هنوز. بابا مشی تموم کن دیگه. 30 ثانیه آخرشه دیگه. این چرا داره راه میره؟ خواهر همه چی به هیچ جاشه. بابا بیا آخریشه. تو سرت خدایی باختی. 4-3. بدو. ببین بیمه حضرت ابوالفضل داشت. باز چی؟ لیک بمیرم. یه دقیقه خوشحال شد بعد دیگه ابوالفضل زیر کنار. خب چی بدیم؟ بریم تو پلللی. معلوم میخوام بازی کنیم اشتی. اومدیم چیکار کنیم؟ بکنم یه ایالی این بازی.
بچه من این آپگرید هاشم انجام دادم، یعنی مشتم آپگرید کردم، یه دو سه لولی آپگرید کردم. فرار نکن. اوکی. یا علی، یا امام حسن عسکری، یا امام حسن عسکری، یا امام حسن عسکری. ببین من بمیرم به قرآن گریه میکنم ته دلم. وای تو رو خدا. بینام. ای وای ما رقبه برو. ای وای مشتو زد. جان مادرت داداشم، جون ننت نازنه. ای عجب بی‌ناموسیه. ما میریم برمیگردیم. حالا چه بی‌ناموسی. 499 کوین دادیم برگشتیم بچه ها. برمیگردیم قوی تر. کی بود؟ یکی بود منو زد اسمش گون بود. چی بود؟ بذار پیداش کنم. نه بذار برم کوش اونو بگیرمش به قرآن با هر روش سامورایی. این کارایی باش حتی ببین من یه نفر کشتم ولی کارما زد زیر کمرم. کارما چیز خوبیه. اوکی چیه الان؟ یا علی. خب این اوکیه اگه باگ نخورم از اون باگی چیزا یا نخورم. خودتون میدونی چی رو میگم. کدومو بریم؟ من از همه جدا وای میسم. فکر کن چت بیفته. بچه یه بار یه چیز بگم. یه بار چت بهم افتاد. بعد آره دیگه ببین ثانیه 2 دقیقاً چیز کردم. ثانیه 2 دقیقاً تمومش کردم. چی افتاد؟ ستاره. وای سخته ولی اوکی از چت بهتره. استار به قرآن باگ میخوردم گریه میکردم. جشو پر کن. اوکی یه دقیقه. اوکی یه دقیقه 50 ثانیه فرصت داریم. گیج بازی در نیار صدرا. وای اوکی ای برگرد سر جات. وای دیدین باگو دوست بچه دوست اومدم بگم بعد دوستان ولی دیگه شما عشقای دل منید. ببین صداهای مردن بسیاری میاد. من یه دست از پا خطا کنم باختم. ولی استار خدایی بهتر از چتره. چتر انقدر سخت بود. حالا فکر کنم تو این آپدیت هایی که اخیراً دادن تو این بازی چتر رو زر راحت تر کردم. وگرنه بچه انقدر ببین یه مدلش بود. برکت کن دیگه علی پروین. یه مدلش بود چنگوش بود. الان فکر کنم صافش کردن یا نه نمیدونم. چنگوش بود بعد انقدر سخت بود. اوکی میرسیم. اگه نره بیرون سوزن خوشگل ما میرسیم. اوکیه. خب اوکی آقا تموم. علی پروین کجایی؟ دلم برای میسوزه. تموم کردی؟ اینم تموم کرده. ایوه علی پروین 20 ثانیه. بیا وایسا بیا داداش بیا با من برقص. دینگ ولی با همون 499 کوین یه کوین میذاشتم روش میتونستم این ماسک عوضیه رو بخرم. همین الید نمیدم برات خوده. همینی که این داشت رو میتونستم بخرم. ناراحت شدم. اوکی معلوم میکنه.
بچه ببین جدیدن فکر کنم این بود یا یکی دیگه نمیدونم، فکرم این بود دیگه. آره بعد بریم الان مامورا رو بزنیم. فکرم این بود، فکر کنم بچه که قولون نمیدونم. اگه الان اوکیه. چند روز پیش بازی کردم دیدم آپدیت دادن که بعد بریم اسلحه برداریم رو زمین مامورا رو بزنیم. اون قسمتش هم حالا میاد فکر کنم جلوتر، یادم نیست کی بود دقیقا. این بره دیگه نه دیگه بالا میره دیگه. آره دیگه زده بود اونجا. ببین مینگلو ببرم خدایی خوب پلیریم. چون نگاه کن بچه ها، 1 2 3 چند تا ایناش همین آدم بیشرف بود. بیا با من برقص بودو. چهار نفر بودو یکی اوکی سیف قاف کن. اوکی گلاس ماکرم پیشمونه، گلاس میکر بچه من سواد انگلیسی ندارم. گلاس میکر فکر کنم. میکر گلاس میکر. اوکی باز نکن. چهار نفره خدای خوب چیزی بود. کسی هم مرد حالا یا نه فکر نکنم کسی مرده باشه یا نه کسی نمرد. این فرانتمنش خود این بود، همین بود همین بیشرف بود دنبال من افتاده بود. به درتو در میارم حالا بایستا من زندم که بیشرف. نه یا برو بیرون با همین بیشرف شدیم هم معتازی. این همونی بود که باش میرقصیدم. بیا داشت بزن علی پروین بزن. بر پدر و مادرت لعنت. برگرد تو خاک تو سرت. وای ریدم تو خودم. وای بچه کونی چت. وای ببخشید بچه چته. همچین گاوایی پیدا میشه ها خدایی. همچین گاوایی واقعا پیدا میشه. اینجوری میذارم میرم. آره ریوایو شدم بچه سال. خواستم واقعا فوش بدم. امیدوارم آخریشم ببریم. ببین بچه نباید بعد بری سمت اونجایی که شلوغه. الان پراکنده شدم. بیاید علی پروین بیا. ببند. لاک کن. اوکی. اگه این دومه گاوبازی در نیاره من به قرآن نکن پلشت نکن. خیلی گاوی باز کن. بر پدر و مادر و هفت جد و آبادت لعنت. علی پروین من سهمه چی هستیستم. علی پروین در من میخوام کوین بدم الان. بی شرف آشغال با پارتی بازی برد دیگه. برو کنار بابا. ناراحت شدم. آخه چرا والا به قولم اصلا خسته شدم. دوستان اینا پایان ویدیو. اگه دوست داشتید، اگه خوشتون اومد، این کیه بابا برو. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و آره دیگه کامنت هم برام بذارید. فوش نباشه ترجیحاً. و آره اگه بازم ویدیوهای دوست داشتید نکنید. 1000 تا بازی داره بچه. پارت بعدی روبلاکس میخوام اینو برم. بذار بهتون نشون بده. استاپ کردم اشتباهی ویدیو رو. آره گفتم پارت بعدی میخوام اینو برم. خب دوستان ببین حافظم پر شد. یه ویدیو قطع شد اصلا. خدا رو شکر که الان قطع شد. دوباره دارم میگیرم. ببین بچه
پارت بعدی میخوام براتون اینو برم. همین صورت دلقکی هستش، 12 لوله. خب ترسناکه. میخوام اینو برم براتون با دنس. خب ببین شایدم یه چالش بذارم که نمیرم، چون توش واقعا حرفه‌ایم. حالا فردا میریم حالا چیز میشیم میام ولی نه واقعا توش حرفه‌ایم. و آره دیگه همین. و دوستان لایک کنید، سابسکرایب کنید، یه کامنت مشتی هم واسمون بذارید. نوکرتونم. خداحافظ.